دیهی بود، کت خدایی داشت. به دروغی به گوش مردم ده رسید که کت خدا چشماش آسیب دیده. بیاین بریم جویای احوال کت خدا بشیم. کت خدا رو چی شده؟ چشماش میگه یکی رو دوتا میبینه. خب همه جمع شدن، رفتن پیش کت خدا، سلام و عرض ادب و احترام و اینا. بعد نشستن. کت خدا رو گفت کت خدا چطوری؟ خوبم خدا رو شکر، از دعای خیر شما حالم خوبه. ما شنیدیم چشمات آسیب دیده. کت خدا که نمیدونست، بیخبر بود. خب این آوازه دروغی بود، به گوش مردم رسیده بود. خب مگه چشمام چی شده؟ گفت چشمات میگه یکی رو دوتا میبینن. و نه چشمام خوب نشده، همه دونو مثل چار ما میبینن.